چه خیاطی بلد باشی و چه خیاطی بلد نباشی، با 1 متر و 10 سانت پارچه بریم شلوار دامنی بدوزیم. پارچه رو یه بار 2 لا تا بزن، یه بار دیگه تا بزن 4 لا بشه. از قسمت بالا 6 سانت جای کمر بیا پایین و یه خط بکش. از همون خط 34 سانت بیا پایین و خط فاقتو بکش. به اندازه 1/4 دور باسن به علاوه 3 سانت برو جلو علامت بزن، اونو به خط فاقت وصل کن. به کمک یه پیش دستی هلال فاقتو بکش. از زیر خط کمر قد شلوارتو به اضافه 2 سانت جای دوخ علامت بزن و یه خط بکش که قد شلوار من 100. حالا پایین شلوار رو به اندازه دلخواهت مشخص کن که من 25 سانت علامت زدم. به فاقت وصل کن. وسط خط تو علامت بزن، 2 سانت برو جلو، دوباره علامت. حالا به صورت هلال به فاق و پایین شلوارت وصل کن. حالا نوبت برشه. کارو از هم باز کن. 2 تا فاقی که روی هم قرار دارن و سنجاق بزن و دوخت برو. بعد از دوخت دوباره کارو باز کن. 2 تا دوخت و مقابل هم قرار بده. قسمت پایین شلوارتو 2 سانت به سمت داخل تا بزن و دوخت برو. حالا قسمت فاقو مرتب کن جوری که 2 تا دوخت فاق دقیقا مقابل هم باشن. دورها دورشو یه دوخت 1 سانتی برو. در نهایت هم کمر رو 3 سانت تا بزن و بدوز. یه کوچولو باز بذار که کشو ازش رد کنی. 2 تا سر کشو به هم وصل کن، بدوز و تمام.